أوحى به الله وحيا ففاض نورا وأحيا به الموات فكان الدنيا المرتل عليا دنيا المرتل عليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا فكان الدنيا المرتل عليا دنيا المرتل عليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا بالدمع تتلوه عيني والقلب بات نديا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. و از قرآن آنچه را که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم، ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خير الأنام وعلى آله وأصحابه العظام وعلى جميع المؤمنين المتقين الكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء. صدق الله العظیم. خواهر و برادر عزیز و ارجمندم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم سپاس خدای را که فرصت میسر شد و ما باز هم در رابطه با مسئولیت های خود ما با بحث و مذاکره میشینیم. در این برنامه خطاب ما به طرف برادر عزیزم، پسر گرامی و داماد ارجمندم هست. تمنا میکنم که یک زندگی با سعادت که اسلام متضمنش هست نصیب ما کردند. شما که امروز به عنوان پدر یا شوهر در خانواده مقام دارین، باید قدر خودتان، مقام منزلتتان درک کنین و مسئولیت ها و صلاحیت های خود بدانیم. اینجا است که اگر ما با درک صلاحیت و مسئولیت ما عمل کردیم، یک زندگی سرشار از محبت و صمیمیت در آغوش گرم خانواده خود خواهد داشتیم. یک چند روزه که از عمر ما باقی باشه، امور در خوشبختی و سعادت سپری خواهد کردیم. ما مطلب را که به عزیزایم گفتنی هستم، اولی که خانواده یا یک اجتماع، اداره، یک کشور به یک رهبر و یک سرپرست و یک مسئول ضرورت دارد. طبعا خانواده که اساس یک اجتماعی بزرگ است، ولو کوچک است، با اون کوچکی خودش چون اهمیت بسزای در سعادت اجتماع داره، حتی در عکسش در بدبختی اجتماع خواد نقش خود خانواده بازی بکنه، پس بهتر است که همین خانواده هم از یک نظم و مدیریت و رهبری خوب برخوردار باشد. ما اسلام عزیز که بر خود ما یک
راهنما در حیات ما و یک سرنوشت ساز در بعد از مرگ ما هست، ما ایره با جان دل ما پذیرفتیم و از ارشادات و راهنمایی هایش می خواهیم در سعادت دنیا و آخرت خود استفاده بکنیم. بنابراین ما میبینیم که در این خانواده که کوچک است، یک اجتماعی کوچکی هست، ما را اسلام وادار میکنه که در همین نظم و اداره خانواده هم یک مدیر، یک رهبر ضرور است. بنابراین ما وقتی که نیازمند از این شخصیت هستیم، طبعا یک کسی از اعضای خانواده این مسئولیت به عهده خود بگیره. ما برای رسیدن به همین هدف که در خانواده ما یک نظم و اداری باشه، از چند راه میتونیم که خود ما را به این هدف برسونیم. امکاناتی که در اختیار است و این کی باشه و چطور این رهبری را ما به وجود بیاریم، از کدام راه ها و از کدام شیوه ها این رهبر یا این مدیر یا این مسئول یا سرپرست استفاده بکنه که اعضای خانواده در آرامش و امنیت زندگی بکنن، در خوشبختی و سعادتمندی زندگی بکنن. ما فکر میکنیم که چند طریقه هست. مثلا یکی همی است که در اون خانه چون اعضای خانواده، بزرگای خانواده، طبعا از بزرگای خانواده خواهی کار شروع شود. مثلا مادر و پدر است یا زن و شوهر است در خانه، اینا باید یکیشان این مسئولیت بگیرن. اگر ما بگیم هر دویشان بگیرن مشترک، هر کدامشان از خود رأی و اراده خود داشته باشن، استقلال فکری خود داشته باشن، سلیقه های خود داشته باشن، بنابراین میتونن هیچ دو نفر رهبری خانه را بگیرن. ولی عقل سلیم برای ما ایره میگه که نخیر. مثل که در بین مردم همینطور مثل ها یا مثل ها هست که در یک کشور دو تا پادشاه نمی گنجن، در یک ماشین یا موتر دو دانه راننده نخواهد باشه، امکان نداره. در یک اداره دو تا مدیر یا دو تا رئیس امکان نداره. بنابراین در خانه هم، چون خانواده خودش یک قانون هست، یک سازمان هست، یک نهاد است، بنابراین در اینجا هم امکانش نیست که دو نفر رهبری را به دست بگیرن. بنابراین خانه یا اعضای خانواده با مشکلات روبرو میشه. پس این کار امکانش نیست. بنابراین ما از این صرف نظر میکنیم. پس بیاییم یکی از اعضا را انتخاب کنیم. مثلا خانم وقتی که این اختیار را برش بدیم که خانم خودش از رأی خودش، از توانمندی و تدبر و تفکر خودش، سلیقه های خودش استفاده بکنه و خانه را رهبری بکنه. ما میبینیم بعضی مشکلات هست. رهبری خانواده را اگر مادر خانواده بگیره، همسر یا خانم خانواده بگیره، حالتهای در او خانم هست، طبیعت او خانم، فطرت از او خانم، استعدادها و امکاناتی که در اختیار از او خانم هست، این کار به وجه احسن انجام داده نمیتونه. مثلا روابط خانواده در داخل یکی هست، روابطش با بیرون خانه. اگر که کارهای بیرون خانواده هم به عهده خانم خانه باشه، به عهده مادر باشه، که ناتوان میشه. بنابراین مثلا در بعض حالتها میایه برای خانم که باید در خانه استراحت کنه. مثلا بعد از این حالت بعض خانم ها مثلا حالت طبیعیشان است که در ماه اونا معذور میشن و از کارهای زیادی یا مثل روزهای عادی کار خود انجام داده نمیتونن. و یا وقتی
طفل به دنیا میارن، طفل تربیت شیر میتن، یک مدت طولانی هست که اینا روابطشون با بیرون قطع میشه. پس میبینیم که الله عزیز در این دو موجودی که با هم زندگی مشترکه پیش میبرن، در استعدادها و امکانات خانم این توانایی نیست که رهبری یا سرپرستی خانواده را به عهده خود بگیرن. بیاییم آله به پدر یا به شوهر این کار بسپاریم. یک لغت یا یک اصطلاحی را مردم آله به کار میبره، مرد سالاری یا شوهر سالاری و فلان فلان. مثلا مرد خودش در خانه سلطه داشته باشه، رأی خودش، استعداد خودش و سلیقه های خودش به کار ببره و در اینجا هم میبینیم که خانواده به مشکل روبرو میشه. اگر پدر یا شوهر تمام اختیارات در دست داشته باشه و حکم صادر کنه و فیصله کنه، پس و پیش کنه، در اینجا بعض وقت مشکلات پیدا میشه در خانه. پس استعدادهایی که در اون خانه باید رشد میکرد در پرتو سرپرستی همه تو یک شخصیت، اینا سرکوب میشه. اولادها اگر به همین حالت استبداد و دیکتاتوری که اگر پدر در خانه وضع کرده یا شوهر اینا اگر در همین حالت زندگی را پیش میبرن، اینا هر کدامشان به یک مشکل روحی و مشکل اجتماعی و مشکل خانوادگی روبرو میشن. پس این گزینه هم که مرد مطلق العنان باشه، هر چیز دلش شوه بکنه، مثل که زن هم طور بکنه نمیتونه، مرد هم به این شکل اداره و مدیریت خانه را گرفتنش خطرناک میشه. پس چی کار شوه؟ یک راه دیگه هم هست که ما از طریق شورای خانوادگی، ولیکن سرپرستی شورا را باید کسی داشته باشه، مدیریت شورا به دست یک کسی باشه که تصمیم آخری را اونا بگیرن با مسئولیتی که دارن. وقتی این صلاحیت برشان مسپاریم، با مسئولیت هم اینا صلاحیت خود باید پیش ببرن. پس ما وقتی این مطلب آخری را که مدیریت به عهده مرد بسپاریم که ای از یک طریق خانواده را اداره میکنه که در اوجه یک نظم شورایی هست، اعضای خانواده را نظرش میگیره، دیکتاتوری نیست در اوجه. من حیث یک مدیر اجرایی کار انجام میده، ولی وقتی طبعا اختلافات صورت میگیره، سلیقه ها مختلف هست، ولیکن با در نظر داشته همو سلیقه هایی که در خانه هست، باید ای از خودخواهی خودش استفاده نکنه یا خود محوری نکنه. اینجا است که وقتی پس از اینکه مشوره میگیره از اعضای فامیل، این خانه را کدام مطلب داره که ای را باید صورت بگیره، یک مطلب در خانواده هست که انجام شوه، ای را پس از مشوره خودش بالاخره تصمیم خود میگیره و قرار آخری، فیصله آخری به دست مرد سپرده میشه. طبعا که اگر یک کمی پیش بریم که باید این مدیر چی کمال داره که ما باید عهده مسئولیت رهبری خانواده را به او بسپاریم، شرایط باید در نظر گرفته شود. این شرایط اگر امی مدیر خانه یا مدیر یک دفتر یا رئیس یک کشور اگر امی شرایط دارا باشه، این اداره و یا این مدیریت موفق است. در غیر از او مسئولیت گران به گردنش میمانه و زندگی را ممکن است که درست پیش برده نتانه. حالا برای هر مسئول که باید یک شرایط خاص را داشته باشه، مثلا تعقل است، تفکر است، دور اندیشی است، تدبر است و کمتر زیر تأثیر هیجانات و عواطف قرار گرفتن است،
که در شخصیت مرد همین چیزا باید باشه که این مدیریت میگیره. صلابت روحی داشته باشه، یا قدرت استوار داشته باشه که وقتی مشکل مصیبت دوچار میشه این بتونه با همو قدرتی که باید برخورد کنه با اونا از این برخوردار باشه. بنابراین ما وقتی که حتی در بیان که قرآن عزیز ما تفاوت هایی که در بین زن و مرد هست، روحی هایشان است، ظرفیت هایشان است، استعدادها و نقششان است در خانواده و در اجتماع، اینا را وقتی در نظر میگیره، همون آیت را که در ابتدا خواندم که الرجال قوامون علی النساء، این مسئولیت به گردن مرد میگذاره. پس ما میبینیم که در خانواده یک چیزهای مهم دیگه هم هست که او را در شخصیت خانم است، در فطرت مادر است، یا در فطرت همسر است که الله عزیز اون نعمت ها را برای خانم لطف کرده. عاطفه هست، احساسات هست، نرمخویی هست. وقتی خانم میتونه که از عواطفش درست استفاده بکنه، از احساسات گرمش، از ظرافت ها و لطائفی که در او هست، از اینا وقتی میتونه درست استفاده بکنه که شوهر یا مدیر خانه، سرپرست خانه، این زمینه ها رو بر از او فراهم بکنه. وقتی نیازمندی های او خانه را مرد نتانه برآورده بسازه، ضرورت هایی که خانم داره، حمایت و پشتیبانی که او اعضای فامیل خصوصا او مادر یا خانم داره، این مرد اینا را باید فراهم بکنه. این است مسئولیت های این مدیر که باز خانم برای خودش وقت داشته باشه که از این کمالات و استعدادهای خدایی که برش نصیب شده، از اینا در خدمت اعضای فامیل، شوهرش استفاده میکنه که یک زمینه با صفا و صمیمیت در خانواده ایجاد بکنه. ولی مدیریتی را که برای مرد سپرده میشه، این معنایش این نیست که این از استبداد و زورگویی استفاده بکنه، این خودش حاکم مطلق بدانه که من قیمومیت شما را دارم یا قیم شما هستم، من باید هر چیزی که میگم. نخیر، مرد باز همین دین اجازه نمیده که از حد و حدودی که برش تعیین کرده از اینا بالا بره. بنابراین زن و مرد خصوصا در فضای خانه و خانواده، اینا دو تا وجودی هستند که مکمل یکدیگر هستند. استعدادی که در مرد هست، امکاناتی که در او هست، و همچنان در خانم هست. اینا هر دویش وقتی با هم جمع میشه، این خانواده یک خانواده خوشبخت و سعادتمند میشه. معنای از این مدیریت این نباشه که یک کس حذف شود از خانه یا تسلیم شود و دیگه حکومت کنه و زورگویی بچلانه. بنابراین این خانواده با سعادت نیست. اون مردایی که شما عزیزای من، برادر عزیز من، داماد گلم، که امروز شما شوهر هستین یا پدر هستین، شما این مسئولیت بزرگ به دوش دارین که شما از رأی خودتان، یعنی یک رأی یا خود رأی، خودخواهی، از زور، از ظلم، که باید حرف شما باید آخرین باشه، شما باز با حکمت نیستین، با تدبیر نیستین، خانه را براتان به مشکل روبرو میکنین. خانه نیست که شما در او باز بیاین یک کم راحتی از مشکلات بیرون دارین در داخل خانه راحت شوین. بنابراین هوشیاری شما، توانمندی شما در این است که از حکمت و تدبیر استفاده بکنید. ما ببینیم که آیا همین سرپرستی و مدیریتی که از مجهز بودن و
امکانات و توانمندی مرد بود که این مسئولیت برش سپرده شد، آیا مراد از این فضائل و کرامات و یعنی ارزش معنوی هست که نسبت به زن الله به مرد قائل شده؟ که نه خیر، طور نیست. یعنی زن و مرد ارزش معنویش، فضیلتش، کرامتش در کارهای اداری نیست. یک کس اگر وزیر است، یک کس اگر رئیس جمهور است، اگر یک کس خلیفه است، امیر است، اینها یه فضایل معنوی نیست، اینا مسئولیت هاست. حضرت عمر رضی الله عنه میگفتن اگر در بغداد یک بز راه خراب بوده، یک بز رفته پایکش افگار شده، حضرت عمر رضی الله عنه میگفت خداوند در روز قیامت از عمر پرسان میکنه که در قلمرو تو، در تحت سیطره و مسئولیت تو، اداره تو یک بز پایش افگار شد. چرا؟ یک کسی که در فلان منطقه والی بود و زیر حکم تو ولایت میکرد، تو او را چطور ازش خبر نداشتی که راه ها تیار نبوده و حیوان ندیده پایکش افگار شده؟ پس این سرپرستی ها، این مدیریت ها، اینا همه مسئولیت ها است، فضائل نیست. ما ببینیم که فضیلت در چی است؟ تقرب به الله در چی است؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بهترین شما اما پرهیزگارترین شما هست در نزد الله. ما در قرآن در جاهای زیاد میخوانیم که مقام و فضیلت زن و مرد، انسانی که مؤمن است پیش الله همو عمل نیکش است که پاداشش پیش الله یک رقم است. زن و مرد پیش الله اگر عمل صالحشان، تقوایشان بیشتر باشه، همو فضیلت داره، همو به الله مقربتر هست. ما در آیت های زیاد میخوانیم، ترجمه یک آیت بر شما میخوانیم که هر کس کار شایسته انجام دهد، خواه مرد باشد یا زن، در حالی که مؤمن است، در حالی که ایمان به الله داشته باشد. ایمان که چیزایی که تقاضا داره ایمان از ما، نه تنها الله نی که به او تنها ایمان داشته باشه، با پیامبر ایمان نداشته باشه، قرآن ایمان نداشته باشه، اینا خیر. هر کسی که مؤمن باشه به معنای اصلش، به معنای واقعیش، کسی که ایمان داشته باشه، فرق نمیکنه مرد باشه زن باشه، خداوند عزیز وقتی که کار شایسته انجام داد، او را به حیات پاک زنده می‌داریم میگم و پاداش آنها را به بهترین اعمال که انجام دادن خواهیم داد. سبحان الله. و همین رقم در سوره آل عمران هست، در سوره مؤمن یا الغافر هست، آیت دیگی که از وسطش میخوانیم اعوذ بالله و من عامل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة یرزقون فیها بغیر حساب. سبحان الله. فضایل ای هست. وقتی کار شایسته انجام داد یک مؤمن، مرد باشه زن باشه، همینا را خداوند به جنت مژده میده، شما داخل شوید به بهشت و در اونجا نعمتهای فراوان بدون حساب روزی شما میکنید. بنابراین ما مختصرا اگر این مطلب جمع‌بندی بکنیم، این میشه که مسئولیت یک مرد در خانواده بر اساس طبیعتش است، طبیعی است، توانمندی هایش است، توانمندی های جسمی و روحیش است و این خیلی حکیمانه و عادلانه است که در استحکام خانواده این مفید واقع میشه که مرد مدیریت خانواده داشته باشه و این با واقعیت های
جسمی و روحی زن خیلی برابر است. و همچنان امی قیمومیت به معنای سرپرستی و اداره امور خانواده است. این فضیلت نبوده، برتری مرد بر زن نبوده. و همچنان این اونم معیارهای خاصی است که در وجود مرد بوده که این مسئولیت بزرگ و شانه هایش گذاشتن. ما تجربه های هم داریم زیاد در جاهایی که خصوصا در اروپا که زن و مرد مسئولیتش مشترک ساختن، حقوقشان مساوی ساختن، تمام چیزا خانواده ها در اینجا به هم زود به هم میخورن، به هم میپاشن. یک کم نزاکت ایجاد میشه، هر کس رأی خود اصرار میکنه سرش، هیچ کسی هم تفاهم نمیکنه، گذشت نمیکنه، خلاص. تصمیم گیر کی است؟ در وجه هر دویشان تصمیم میگیرن. این تجربه طولانی ناکام هست. گرچه اینا کوشش میکنن که در خانواده های مسلمان، در اجتماعات اسلامی، در کشورهای مسلمان امی عنوان پکه بکنن که زن و مرد حقش مساوی است. وقتی شما در عمل بیاین، در واقعیت ها بیاین، اروپا را سیل کنین، غرب بیاین سیل کنین، زن همو موجوده است که قبل از اسلام بود، با یک شکل مدرنش. عالی دست مرد است. بنابراین ما اسلام عزیزه که به فطرت ما برابر، به عقل و منطق ما برابر فیصله های صادر میکنن، راهنمایی میکنن. ما افتخار میکنیم که اسلام دین ما هست و انشاءالله هر کسی در چوکات این دین خودش عیار کرد، خوشبختی هر دو جهان نصیبش میشه. حالا ما فکر میکنیم میریم به یک میان برنامه و بعد دوام میتیم صحبت های خود ما را و امید لحظات بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداوندا تویی پروردگارم، همه از توست یا رب هرچه دارم. اگر عمری به سجده سرگزارم، نگردد شکر یک لطفی برارم. به داد ما ز گمراهی رسیدی و ما را بر هدایت ره نمودی. همه محتاج تو بی نیازی، ندانم از تو دیگر چاره سازی. تو را خوانم که دانم می توانی و نزدیک تر به من از شهرگانی. فقط عالم تویی از علم غیبی، که ذاتی کامل و بی نقص و عیبی. تویی یکتا ترین یکتای پاکم، گواه ذات تو هر ذره خاکم. همه از هر نژاد و رنگ و دینی، تو را دانند که رب العالمینی. ولی دست نیاز بر غیر آرند و نام خود مسلمان هم گذارند. بخوانند بر ندا
صدها خدا را ز جمله انبیا و اولیا را. رسولان خود گدای ذات پاکند، ائمه ناتوان در زیر خاکند، ائمه ناتوان در زیر خاکند. اگر عمری ز وی فریاد خوانی، ندارد بر جواب تو توانی. ائمه اسوه‌ای از حق پرستند، که جز یکتای پاک حاجت نجستند. خدایی کو همیشه زنده باشد، فراتر از گمان بخشنده باشد. بیا دست طلب سوی خدا کن، چراغ خود حدیث مصطفی کن. اگر حاجت ز کس جز او نجستی، مبارک بر تو باد یکتا پرستی. مبارک بر تو باد یکتا پرستی. خدایی کو همیشه زنده باشد، فراتر از گمان بخشنده باشد. بیا دست طلب سوی خدا کن، چراغ خود حدیث مصطفی کن. خواهر عزیز من، تمنا میکنم که لحظاتی که باقی از پروگرام مانده استفاده درست ازش بکنیم. و ما امروز باز هم یک مقدار میخوایم که شما زیادتر صحبت کنیم، داخل مطالب شوین، ولیکن در همین موردی که صحبت میکنیم یادداشت کنیم. خلاف از این صحبت هایی که میکنیم، اگر یا یک برنامه دیگه شما ایوازی گرفتین زنگ زدین اینجا خیر، ولیکن کوشش اعظمی شود که در همین موردی که حال صحبت میکنیم گپ زده شود که به یک نتیجه درست برسیم در آخر برنامه ما. وقتی ما میبینیم که اسلام عزیز ریاست خانواده را برای مرد میسپاره، او را باز اما تو رها نمیکنه، او را میخواه که در راه راست باشه. اما راهی را که اسلام برای ما صراط المستقیم بگوییم، در او صراط مستقیم مرده میخواه در همون مسیر باشه و در حدود و مرز عدالت قرار داشته باشه. این مسئولیت که برش بسپاره، این چیزا رو برش میگه. جایی هست که بسیار تهدید میکنه مرده، اویز که سر بسیار چیزا تأکیدات هست، جایی هم تمهیداتی هست، تهدیداتی هست که مرد آسان از زیر بار مسئولیت خودش کشیده نمیتونه. باید مواظبش باشه. اگر میخواد که نزد الله هم چیز داشته باشه، باید که این مسئولیت که برش خداوند میسپاره، باید این مثل یک امانت نزدش باشه. برادر عزیز من، خودت وقت رئیس خانه هستی خیلی مسئولیتت بالا هست. ما بعض وقت در بعض نکاح هایی که اگر سعادتش ما کمایی میکنم که ما عقد بسته میکنم یا عقد نکاح در گردن من میباشه،
ما اولم داماد به می شکل خطاب میکنم که تو چرا جان جور برات نمیفارید که آل یک مسئولیت خودت کم بود که مسئولیت یک کس دیگر هم در گردنت میگیری؟ بنابراین تو آماده هستی که مسئولیت یک کس دیگر هم در گردن بگیری؟ او زندگی که تا حال داشتی مجرد بودی، هر جا میخواستی بوری بیایی بخیزی بشینی، تنها مسئولیت خودت داشتی، شاید از پدر یا مادر میگفتی که اجازه است یا من رفتم میگفتی، آله پویداد سرت وضع کردی خودت، تو حاضر هستی که مسئولیت بگردن بگیری؟ طبعا داماد در وقت گرم هست، هر باری گرانی هم که سرشانهایش بگذاریم قبول میکنن، ولیکن واقعیتش که مسئولیت هست، مسئولیت بسیار ثقیل. بنابراین الله عزیز وقتی که میفرمایه که الرجال قوامون علی النساء، وقتی شما سرپرست زنها هستین پس باید که کمر همت بسته کنین برای پیشبرد امور خانواده. در پهلویش خیلی ظریف الله عزیز میگه کونوا قوامین بالقسط. وقتی شما مسئولیت یا سرپرستی خانواده را گرفتین، شما کسانی باشین که خوشرفتاری، کسانی باشین که عدل برپا کنین، عدالت پیشه باشین، شما انصاف داشته باشین در برخوردتان، در معاملیتان با خانوادیتان. در سوره نساء هست، همی در آیت 135 هست. و باز هم در سوره نساء در آیت 19 هم است که عاشروهن بالمعروف، شما با اونا خوش رفتاری بکنین. سرپرست هستی، عدالت باید برقرار کنی، خوش رفتار باشی. تندخویی و پتکه و جذبه دیگه حال نیست. تنها که بودین در خانه، جوان بودین، سر بابا هم قال مقالتان بالا میشه، سر مادرم، سر خواهر و برادرم، حالا آمدین خانه، از خود مستقل خانه جور کردین، زندگی جور کردین. حالا دیگه شما احتیاط کنین. چرا؟ شما سرپرست خانه شدین. شما در دل خانواده باید جای داشته باشین. این رفتار خوب شما چی نازنین قرآن برای ما توصیه میکنه، برای مردها توصیه میکنه و عاشروهن بالمعروف. و یا که میشه یک وقت جنجال شود، در سوره الطلاق میخوایم در آیت 6 که در حد توان خود آنان را وقتی که جنجال شد شما خواستین که جدا شوین، حتی در هموجه مسئول، چون سرپرست فامیل بودی تو و حالی هم سرپرست هستی، در این وقت جنجال هم اگر شده از خدا بترسی تا که عدهش تکمیل نشده. این دمو جایی که خودت سکونت میکنی در هموجه نگاه داشته باش، اوشکنی برش آسیب و زیان نرسانی که ساحه نفس کشیدن برش زیخ کنی. نتانستین زندگی را پیش برده، همین مشکل ایجاد شده، یک راه حل است که شما جدا میشین. پس تا که جدا میشین، تا که اون مرحله تکمیل میشه، مرد تو حق نداری که از حدت پایت پیش بگذاری. و جاهای زیاده میگه، باز هم در همون دوام آیت 6 سوره طلاق است که در رابطه با اولادها مرد خداوند توصیه میکنه که به شایستگی میان خود و مشورت و توافق برسین و اعتمروا بینکم بالمعروف، که شما در رابطه با بررسی مسائل، انجام یک کاره باید با هم مشوره بکنین. شما از مشوره هیچ وقت نقص نمیکنین. اگر خود رأی کردین همون کار خوب نشد، اگر خوب شد خب همین معروف است که کس تشکر نمیکنه، اگر خراب شد باز مسئولیت در گردنتون میاد. اما اگر مشوره کرده بودین مسئولیت تقسیم کردین شما. این از هوشیاری شماست که دیگران در مسئولیت خودتان شریک کردین. در سوره الاعراف میخوانیم در آیت 29 هم که پروردگار میگه بگو پروردگارم به انصاف فرمان داده است.
حالا این مردها الله عزیز به عدالت و معاشرت خوب و از ضرر رساندن هم هشدارشان میده که یاد کنید ضرر نرسانی و در رفتارتان شایسته باشین نسبت به همه بندگان الله، خصوصا او همسر و فرزندی که کفالت سرپرستیش به دوش شما هست. پدر عزیز، داماد، برادرم، این مسئولیت خدا به عهده ما و شما گذاشته و خدا پرسان میکنه. اینطور نیست که ما رو به حال خود ما گذاشته باشه. حالا شما جنجال شد در بین، یک مشکل ایجاد شد، شما را الله عزیز به عفو به گذشت دعوت میکنه و چی میگه؟ اگر شما گذشت کنین این به تقوا نزدیک است. سبحان الله، تقوایی که خدا دوست داشته در معیارهای فضیلت شما هست. پس وقتی عفو کردین یک کار شده که پسند شما نبوده ولیکن سخت نگرفتین، فکر کردین که اشتباه کرده، نصیحت کردین، گذشت کردین، چشمتان پوشاندین. پس شما پرهیزگاری کردین، پرهیز از خشونت، پرهیز از غضب خشمتان فرو بردین. در هر قدم شما خداوند مرتبهتان به طرف خودش نزدیک کرده رفته. در سوره بقره میخوانیم در آیت 237 و بزرگواری را در میان خودتان فراموش نکنین. سبحان الله، تو یک شخصیت بزرگوار باش، خودت کوچک نساز، خودت یک شخصیت محترمی در خانه باشی. این بزرگواری، این شخصیت خودت فراموش نکن. تو سرپرست از اونو هستی، پدر مهربانشان هستی، شوهر مهربان هستی. این گذشت تو، این محبت تو، این مروت و تدبیر و حکمت تو به شخصیت خودت نفع میرسانه، خودت در قلبشان جای میگیری. یک گستاخی شده تو گذشت کردی، اما این گذشت به این معنا نیست که خودت برات بی تفاوت باشه، هر کس هر کار کرد. نه خیر، نیو تو نی، تو آزرده شدی، تو برای شفته شدی، اما لا حول کردی که خدایا صبر بدی. عزیزای من، چرا این کار شد؟ نباید این کار میشد. شما اونا رو نصیحت میکنید، امر به معروف در اینجا. اگر کار ناپسند شده شما را ناپسندشون منع میکنید، اما با کدام شیوه؟ با شیوهی که نه عقده هست، نه خشم است، نه غضب است، صرف محبت است، نصیحت است، رواداری است، اصلاح کاری است. باز الله عزیز همین اخلاق برای ما توصیه میکنه که از خوش اخلاقی باید این طرف نیایی. حالا مطلب دیگر در سوره بقره میخوانیم: هن لباس لکم و انتم لباس لهن. سبحان الله، شما با هم دیگر مثل لباس هستین. تو لباس حضور هستی، او لباس تو هست. تو عیب حضور میپوشانی، او عیب تو را میپوشانه. اگر به حساب گرمی و سردی بسازیم، در گرمی ها با یکی دیگه شما همکاری میکنید، در سردی ها با هم هستید، در سختی ها، در فراز نشیب زندگی با هم هستید. او امکانات و استعدادی که در خودت است و او امکانات و ظرافت ها و عواطفی که در خانم است، اینا دست به هم میتن، اینا فضای صمیمی را بار میارن. و در زیر یک چتر که الله عزیز او را به نام مودت و رحمت بیان میکنه. این دو نفری که به هم ازدواج میکنن، در بین از اینا الله عزیز است که مودت و رحمت برقرار میکنه. پس این دو طرف هم این نعمت را که الله بر شما سپرد، خواهر من، برادر من، این نعمت شما قدرش بدانید، امیر در زندگیتان عملی کنید،
نشان بتین به یکی دیگه‌تون که چقدر با هم شما مهربان هستین، شفقت دارین، گذشت دارین، مهربانی دارین. و همین لباس که برای ما خطاب میکنه الله عزیز که تو لباس از او هستی، او لباس تو هست، یک نعمت خیلی ارزنده هست. قدر از این بدانیم. باز پروردگار عزیز باز همین مرد، همین خود شما پدر و شما شوهر، داماد عزیز، تو شوهر هستی، برادر عزیز تو پدر هستی، خدا اولادهای نصیب کرده. باز میبینیم که الله عزیز در سوره بقره باز در آیت 233 میخوانیم و خوراک و پوشاک آنها به طور شایسته بر عهده پدر فرزند است. سبحان الله. خوراک و پوشاک مسئولیت تهیهش به گردن بابیش است. شایسته، مناسب. برای شما خداوند اگر نعمتی به نام پول داده، شما پولتان در مصرف خانوادیتان، در برآوردن احتیاجات خانواده مصرف بکنید. برای ذخیره کردن الله نداد. شما باید چیزهای مناسب حالتان. یکی فقیر است نداره، ولی یک کس متوسط است، یک کس غنی است. هر کسی از این نعمت ها باید استفاده بکنه. تشکریش همین است که شما را وقت خداوند یک نعمت داد از او شما استفاده کردین، تشکر کردین که خدایا شکر که نعمت به من دادی. اگر شما استفاده نمی کنین، مثلا شما یک درخت در بین حولی شما هست، میوه کرده، میوه ها پخته شده، شما دست نمیزنین، نمیخورین، چیکار میشه؟ چند وقت بعد یا پوسیده میشه و گنده میشه، میفته. یا اگر خوراک مرغا شد، مرغا میخورن و شما استفاده نکردین، خدا داد و ضایع شد، رفت. بنابراین با زنها هم الله عزیز وقتی میگه و عاشروهن بالمعروف، شما معاشرت نیکو داشته باشید و بر همون قدر تواناییتان یک مسکن، یک خانه باید فراهم کنید. ما خانه های ما را باید برابر توان خود ما خانه داشته باشیم. نگوییم که مردم چون در زیر خیمه ها زندگی میکنه، ما هم در یک قطیه که دیگه بریم برای خود ما یک خانه جور کنیم. مردم در زندان ها هستن، زندان ها بسیار تنگ است، ما هم قدر خود. این از تقوا نیست که ما بگوییم که چون دیگر ها اوتور میکنن، ولی برای تو خدا داده یک چیز را به اونا که نداده. او مظلومه که اگر ناحق بندی شده، او را یک ستمگر برده دست و پایش بسته کرده، یک اتاق خرد و تنگ و ترش و انداختیشه. ولی که تو وقتی که داری و تو در اینجا ممسک میشی یا بخیل میشی، نمی کنی استفاده، ایواز پرسان داره. باید خانه برای اهل و عیالت داشته باشی که در او خانه اونا براحتی زندگی بکنن. لباسشان، خوراکشان، اینا باید قسم باشه که برابر استعدادت باشه. منظور استعداد لوکس نیست. او تو یک خانه جور نکنین که قلفک و زنجیرش هم از طلا و نقره باشه، فرنیچرش یا اشیا و اسبابش از یک کشور اروپایی یا از یک جای دور بیارین که مردم بگوید که بله در خانه فلانی میز و چوکیش از فلان جای آمده. استغفر الله. اینا هم پرسان داره. اینجا باز شما را خدا پرسان میکنه. ولیکن متناسب حالتان، متناسب امو وضعی که در بیرون هست. شما سختی نکنین در اعاشه و عبادت اهل بیتتون. طبعا به غریبان برسین. معنیش نیست که شما زیاد دارین کلش سر خودتان خرج کنین. نه، با حد اعتدالش وقتی شما در خانه مصرف میکنین، سر زن و بچه‌تان مصرف میکنین، باقی مانده‌اش هم دیگران حق دارن با سر شما. ولی بیشترین حق اهل و عیالت داره.
اونا را ما گشنه و برهنه و تشنه نگاه بکنیم که ما ببریم بر دیگر را، باز این هم حالت مناسبی نیست. بنابراین ما وقتی که تلاش میکنیم که خدایا میخوایم یک زندگی آبرومند داشته باشیم، یک زندگی سعادتمند داشته باشیم، باید که دستوراتی که بر ما میاد، وظایفی که به ما سپرده میشه، اونا را به جان و دل بپذیریم و اونا را عمل بکنیم. چند وظیفه را به طور مختصر میخوایم به عزیزایم بگویم که مجبور است مرد. این یک وظیفه لازمی و ضروری یک سرپرست خانه است، اگر شوهر است، اگر پدر است. اولش حسن معاشرت، معامله بسیار نیک با زن و فرزند. و در این رابطه که حسن رابطه است، رابطه نیک است، در این دیگه بی‌انصافی و بی‌عدالتی و اینا گنجایش نداره. مجبور است مرد، برادر من که تو پدر هستی و شوهر هستی، تو مجبور و مکلف هستی که اگر خدا را دوست داری، اگر به روز آخرت ایمان داری، میخوایی زندگی با سعادت داشته باشی، با زن و فرزندت معامله نیک بکنی، رفتار خوب، زبانت شیرین، پیشانیت باز، آغوشت گرم. برابر توانمندیت خانه و آشیانه جور میکنی، خوراک و پوشاکشان. اینا از مجبوریت ها و مکلفیت های شما است. خدای نخواسته زبان کسایی که بد است، اخلاقشان پسندیده نیست، شور خوردن یک فحش، یک دشنام از زبانش بیرون میشه. اینا شایسته یک مرد مؤمن نیست که او باز مسئولیت سرپرستی او خانه را داشته باشه. شما با مسئولیتتان مثل که توجه نکردین، یا ما بگویم مسئولیتتان شما برش توهین میکنین، مسئولیت درست انجام دادن نتونستید، با اون مسئولیت خیانت میشه. و در روابط همسری یا همبستری با خانمتان شما خیلی معتدل باشین، نه بی تفاوت باشین، نه زیاد اصرار کنین، حد اعتدال داشته باشین. هر وقت شما خودتان خواستین، طرف مقابلتان تواناییش نداره، حوصله‌اش نداره، یا او را به مو حالت که خودتان شوقی هستین اونا را بیارین، یا ای که حوصله کنین، صبر کنین. ای تنها شما نیستین که از این حالت لذت ببرین. حتی شما باید که یک حالت را برقرار کنین که همسرتان از شما استقبال کنه. بنابراین این چند وظیفه را که شما مکلف هستین، اینا را در نظرتان بگیرید. بعضی چیزهای دیگه هم هست که اگر اینا رو شما انجام بدین، زندگیتان رونق پیدا میکنه، خوشبخت‌تر میشین، بهتر زندگیتان سر و سامان میگیره. ولیکن الا که امی کار بکنین شما اینطور نیست، مثل که حرفای بالا داشتین. مثلا خوردنی های مختلف میارین، مثلا یک روز با پاکت سیب آمدین، یک روز جلغوزه و بادام میارین، خوش میسازین فامیلتانه. یکی آوردن خوراکه و نوشابه است که مکلف هستین که کار کنین، اما حالا میخواین یک چیز دیگه هم اضافه بسازین برش، این هم خوب است این کار بکنین. از زیر بار مصرف خانه شانه خالی نکنین، نگریزین. خانه وقتی که مصرف داره، مصرف معقول داره، سختگیری نکنین. او وقت سهولت فراهم کردین. در خانه کسی دستش محتاج نیست. خدای نخواسته بچه ها اگر شما سختگیری کنین برشان، یک جیب خرچی برشان نتین، خدای نخواسته دیگر روز به اجازه شما از یک جای نگیره. سر خانم شما فشار آوردین که او نمیدونه که طبق یک ضرورته که در اون خانه هست یک چیز را بخره.
شما رو مجبور نسازین که باز از جیب شما بگیره به اجازهتان. پس این سهولت ها را فراهم کنین برشان. شما این وظیفه را بگردنتون اگر بگیرین که مشکل اقتصادی را رفع کنین. مسلمان ها باید اقتصاد خوب داشته باشیم. ما نباید همیشه ما منتظر صدقه و تبرعات از دیگران باشیم. خداوند میگه او دستی که بالا است بهتر است از دستی که پایان است. یعنی الله ما رو تشویق میکنه که زحمت بکشین، کار کنین، وضع اقتصادیتون خوب کنین، در فقر زندگی نکنین. پس در خانه یک امیدواری باشه که مسئول خانواده ما در تلاش است که وضع اقتصادی خوب شود. شما وقتی که از بیرون میایین در بازار دیدین یک چیزی را خوشتان آمد، مثل یک هدیه، بر خانمتون یک هدیه بیارین. یعنی مجبور نیستی هدیه را بیاری که نداشته باشی، ولی اگر که داشتی، اگر این کار را بکنی تو محبت خانم جلب میکنی به طرف. بله شوهرم در فکر ما بوده، برای اولادا، برای دختر و پسر یک چیزی میخری از بازار. ها پدر جان در فکر ما بودی. میان در آغوشت میگیرن، در آغوشت داخل میشن و تو فقط که برشان آوردی ولو بهایش کم باشه، ولی یاد کردی اونا را. اینا سبب میشه که تو در دل اعضای خانواده جای داشته باشی. همین رقم شما از بیرون آمدین، کار دارین، کار شما ثقیل است، عرق میکنین، انسان هستیم. وقتی عرق کردیم عرق ما بوی میگیره. به مو شکل بریم بین زن و فرزند ما بشینیم بگوییم از خود ما هستن دیگه، پروا نداره. اونا شاید بوی عرق ناپسند است، کراهت پیش میکنه، ولو پدر آدم باشه، ولو برادر آدم باشه، ولو خانم باشه. اما دو خانم وقتی در خانه مشغول کار از زحمت میکشه، آشپزخانه است، پایین رفته بالا رفته کالاشویی کرده، عرق کرده، اما رقم خاره که من نبیا پیش شوهرت. اگر در خانه هایی که مثلا اونقدر وسایل مجهز نیست که وقت مرد از بیرون آمد یک دوش بگیره یا یک غسل بکنه، ولی وقت وضو میکنی تو همون جاهایی که عرق میکنه اونا رو خادم میتونه بشویه. خودت خوشبوی بکو وقتی که خانه آمدی، پیش زن و عیالت میشینی خوشبو باشی. خوب است. بعض وقتا اولادا میگن پدر جان چه خوب بوی خوش میتی تو خودت. و همین رقم حتی توصیه میشه که شما اگر شب در جای مهمان بودین، در همون شهری که شما زندگی میکنین، خانیتان است، یک دوست مهمان کرد یا خانه پدر مادرش انسان رفت، باید که شب میگه به خانه خودت بیا، شب در خانه خودت خواب کن. اما مسافر هستی این جدا هست، باشیم پیش پدر مادر ما تا آختا باشیم. اما استثناء هست، ضرورت باشه ما هستیم، زنگ میزنیم که خانم، یا احوال میتیم که خانم من امروز پیش پدر مادر ماندنی شدم، ضرورت است که من اینجا باشم. ولیکن بی تفاوت بودن و بی پروا بودن، خب هر روز در خانه هستم، امروز یه همراه دوستا ششتیم، اما اینجا تا وقتای شب میشینین، پس امروز استراحت میکنین، خانواده را در قصهش نشدین شما. این خوب نیست که مرد مسئولیت خودش فراموش کنه. در کارها با خانم، با مادر، با پدر، با بله شوهر است، پدر است، با اولادش خانه آمده کمک کرده. بغیر از اینکه در درس‌هایشان کمک میکنن، در کار و در امور خانواده، در کار در جمع و غند خانه، پدر آمده کار میکنه، شوهر آمده کار میکنه و برای از اینا شما اظهار دوستی میکنید. چند روایت را من میخونم، باز میریم به طرف یک میان برنامه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که بهترین شما، بهترین تان با همسر و فرزندانش است یا با اهلش است. و من خودشان مثال میتن مبارک که من بهترین شما با اهل و عیال است. پس هر کدام ما این تلاش کنیم که اخلاق پیامبرانه داشته باشیم. پیامبر ما با زن و فرزندشان چقدر مهر و محبت داشتن، از این مخاطب بود که اونها جان و قربانشان پیغمبر بود.
صلی الله علیه وسلم. هر مردی که در برابر بدخلقی خانم صبر کرد، خداوند هر باری که صبر کرد، یک دفعه خو حتما صبر میکنیم، ولی بعض وقتاش که خانم کمک متوجه نیست، آدم بی حوصله میسازه، بدخلقی میکنه، بانگیری یک کار میشه. ولی هر باری که مرد حکیم و مدبر در برابر خانمش صبر میکنه، پروردگار در هر صبر کردن از این برش اجر میده. حتی میگن که کارهای سخت به دوش خانم نگذارید. خانم جسماً لطیف است، توانش طاقتش از شما کم است، کار زیاده برش نسپارین. کارهای خانه که خودش زیاد است. بعض وقتا دکاندار اگه است، مأمور اگه است، یک کار چیزایی که دیگر در بیرون است، شاید خودش زورش نرسیده یا نخواسته نتونسته آمده در خانه. استثناءات باشه، روزی که خوشخوی از خانم کارش کم است یا ای که چنان با او رفتار بکنین که اگر او یک کار را برای سپردین او خسته نشود. خسته شدن خانم به نفع شما نیست. تراوت شادابی خانم باید زنده باشه. خانم خودش ذله احساس نکنه، خانم پیر احساس نکنه خودشه، و این به شما تعلق داره. برادر من، شما خانمتون جوان نگاه کنین، با نشاط نگاه کنین، خسته نشود. چرا؟ چه قسم خسته نشود؟ که شما که سرش فشار نیارین، شما زندگی را سرش تلخ نکنین، زیق نکنین. هر وقت شما بین او دلش استوار شود که همکارم آمد، همسرم آمد، رفیقم آمد، دوستم آمد، یارم آمد. این احساس در خانه ما بدیم. وقتی اولادای ما رو میبینه دلایشان باغ شود که یک کسی آمد که آل ما رو نوازش میده، هر کدام ما رو در بغل خود میگیره. خوب استی بچیم، خوب استی دخترم. اگر دسته که در جیب رفت یک چاکلیت، یک ساجق برش پیش میکنی. این است که شخصیت تو محبوب میشه، محترم میشه در داخل خانه. خیر است اگر پیر هستی، اگر جوان هستی، کار بکن. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند که بانوان مورد اکرام قرار بدین، عزتشان کنین. کی کار میگن میکنه؟ رسول خدا صلی الله علیه وسلم کسی که طبع خودش کریمانه هست، خودش محترم است، خودش صاحب عزت و احترام است. ای کسا هستند که همسرایشان عزت میکنن، اکرام میکنن، شخصیتشان قدر میکنن. عکسش کیها میگه؟ رسول الله میگن خانم خدا کی اهانت میکنه، تحقیر میکنه؟ او کسی که خودش طبعش حقیرانه هست، خودش زندگی خیلی ذلیلانه داره، شخصیتش کشته شده، بنابراین شخصیت های دیگر همی قدرش نمیفهمه. آخرین جمله را میگم، باز میریم به بیان برنامه که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند بدترین مردان کسی است که تهمت میزنن، بزنش تهمت میکنن، بخیل میشه، بخیلی میکنه با خانمش، بدزبانی میکنن و او را دقسیش نمیباشه، در یگان جای خودش تنها میخوره، اونا رو به حال خودشان میگذاره. از خدا پناه میبریم، به خدا پناه میبریم که خدایا ما را از اون مردان نساز که در خانه ما قدر و قیمت نداشته باشیم. خدایا ما را از اون مردها بگردان که اعضای خانواده ما را عزت کنیم، اکرام کنیم، قدرشان کنیم. زمینه ها را برای رشد فکریشان، برای رشد استعدادهایشان فراهم کنیم. خدایا اگر دست ما تنگ است، از بارگاه تو تمنا میکنیم که بر ما این توانه بده که
خانه ما را سر و سامان بخشیده بتونیم. کسان موفق هستند در اجتماع که در خانه خودشان موفق هستند. برادر عزیز من، داماد عزیزم، پسر گلم، شما شخصیتتان حفظ کنید، در رشد و احترام و عزت شخصیت های خصوصا اول از داخل خانه‌تان تلاش کنید. میریم به یک میان برنامه، بعدا تلفن ها را باز میکنیم که صداهای گرم و پر محبت شما را هم میشنویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر و خواهر عزیز من، امیدوار هستم که لحظاتی که باقی مانده انشالله در شنیدن صداهای گرم شما سپری شود. ما تلفن ها را باز کردیم. شما وقت رخ شدین صدایتان از تلویزیون نشنوین. از تلفن که بله گفتم من یا سلام علیکم گفتم، شما مستقیما با من رخ میشین. شما بناهن صحبتتان شروع کنین. وقت زود تیر میشه، کم از وقت ما، بناهن صحبت ها را آغاز کنیم. ما دعا میکنیم که خدایا با مردهای ما این حکمت و تدبیر نصیب بکو که خانواده های خودشان درست سرپرستی کرده بتونن. مشکلات زیاد است، آسان نیستی کار. اگر آسان می بود هر کس به مسئولیت خودش برابر میکرد و سرپرستی هر چیز می گرفت. وقتی الله عزیز و ما مردها این مسئولیت سپرده، حتما در یک حکمت هست. چرا خداوند از توان ما بالا سر ما چیز ما را مکلف نمیکنه. پس ما میتونیم. وقتی که میتونیم باید به می تصمیم قائم باشیم که بله میتونیم. خدایا کمک بکن. من میخوایم خانوادی درست داشته باشم. من میخوایم که در خانوادیم خدمتگار باشم. من میخوایم در خانوادیم مسئولیت خدا انجام داده بتونم. خدایا اعضای فامیل من همراه من همکار و همراز بگردان. اونا هم با شما وقتی رفیق شدن، دوست شدن، این مسئولیت آسان پیش میره. طبعا همگیش دست ما مردا هست که میتونیم. خدا بر ما استعداد داده که ما خانواده خود ما را سر و سامان ببخشیم. بنابراین ما از این لطف الهی استفاده میکنیم. بله، السلام علیکم. برنامه رحمت است. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. شکر الحمدلله خیر. بفرمایید، صدایتان شنیده میشه. وصال حق؟ بله وصال حق است. بفرمایید. من میگه خیلی سپاسگزارم از برنامه‌های قشنگ شما. واقعا از ایران زنگ میزنم. خواهش میکنم. خانم امیدی هستم. از اول تا الان گوش دارم، واقعا لذت بردم. خداوند اجر بده. خوشحالم که واقعا صدای شما را میشنوم. اولین بارشون هم تماس میگیرم. خیلی خوشحالم. شما افتخار هستید، واقعا افتخار ما هستید. خداوند شما را واقعا دوستتون دارم. واقعا همیشه دعاگوی همه شما هستم. دعایتان شما دعاگوی آقای سلیمانی خیلی دوستشون دارم. واقعا آدم گلی هستن. خیلی همه کارکنانی وصال حق همه شما را دعا میکنم. واقعا همیشه هر پنج وقت نمازم میخونم برای شما دعا میکنم. خیلی خوشحالم که این شبکه ها هست. واقعا من ازشون خیلی چیزا یاد گرفتم. الان خدمت شما بزرگواری سوالی دارم. بفرمایید خانم، بفرمایید خواهر عزیزم، بفرمایید. من شوهرم نماز نمیخونه، اصلا خیلی سر و وضعش رو اصلا چجوری بگم مرتب نیست، اصلا به نظافت اصلا چیزی اهمیت نمیده. من میتونم بهش بگم که یه خورده جمع جور باشه و اینا، اگه من بهش بگم اشکالی واسه من نداره، مثلا گناهکاری رو که نمیدم دیگه. یادداشت کردم خواهر عزیز، سوال شما را گرفتم. از این که لطف کردین، شما قدردانی کردین، انشالله خداوند با شما همراه باشه، خدا شما را حفظ بکنه، خداوند عدد شما در تعداد شما خداوند بیافزایه. خداوند برای من از مادرم دورم،
مادرم افغانستان، از مادرم جویم دلتنگشون هستم. دعا کنید انشالله در زندگی یه بار ببینمشون. آمین یا رب، آمین. خداوندی وضع به نفع مسلمان ها خاتمه بده که همه مهاجرین، همه عزیزایی که از هم پاشیدن با هم یک جا شوند. تمنا میکنیم. از شما بسیار تشکر خواهر عزیز، مهربانی کردین. تشکر از شما، زنده باشید. همیشه دعای شما هستم. خدا نگهدار. خدا حافظ شما. خداوند دعایتان در حق همه مسلمان ها قبول بکنه. بله، متاسفانه که مردهای ما بعض وقت متوجه مسئولیت هایشان نیستند. خداوند خیر ما را پیش کنه. بله، برنامه رحمت. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید برادر. از بندرآباد تماس میگیرم. لطف میکنین صحبت کنین برادرم. حکم فروش کلیه میخواستم بفهمم. خدا شما را خیر بده. دیگه سوالی ندارین؟ نه برادر. تشکر از تلفنتان، لطف کردین برادر عزیزم. بله، برنامه رحمت. السلام علیکم. برنامه رحمت. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. زنده باشین برادر عزیزم، بفرمایید. بفرمایید، من خودم هستم، صحبت کنین، مستقیم صدایتان شنیده میشه. علیکم السلام و رحمت الله. جانم بفرمایید، صحبت کنین. من از شما خیلی تشکر میکنم. شما خیلی لطف کردید، خیلی قشنگ صحبت. خواهش میکنم، مهربانی میکنین، تشویق میکنین. زنده باشین. خیلی لذت خود صحبت کردم. خداوند اجر بده بر شما. هر کسی همونجوری که شما ها تو برنامه، من از شما نه، از شما لذت میبرم صحبت. ولی برنامه دیگر رو به خدا دل آدم به دست هست در مورد شیرهای صدایتان متاسفانه قطع وصل شد برادر عزیزم. خداوند به همه ما توفیق بده که کارهای خوب انجام بدیم، حرفای خوب بزنیم، حرفای خوب بشنویم و او را عمل بکنیم. خداوند خیر بده شما را برادر عزیزم. بله، السلام علیکم. سلام علیکم. ایسی؟ بله، برنامه رحمت. السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. راست میشه به مواردی صحبت کنیم؟ بفرمایید، مستقیما با ما هستین، صحبت کنین. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. آقای مثلا مواردی نمیشه که ما صحبت کنیم برای نماز؟ بفرمایید، من خودم هستم برادر عزیز، مستقیما امروی ما گپ میزنین. خواهم مولود زمین یاد کردم کشن انگشت خودش انگشت شده که بالا میگردن شده الله اله الا الله. اینمی چی هست؟ باید بالا کنیم، نکنیم، نیست. بسیار خوب. دیگه سوال نداشتین؟ بله نه، سوال ما بدیم. انگشت خودش که ما به تحقیق میشنیم بالا میگیریم. بله. شده الله اله الا الله که میگیریم نمیره باید انگشت رو بالا کنیم یا نکنیم. بسیار خوب. یاد داشت کردم سوالتان. بسیار تشکر، لطف کردین. زنده باشین برادر عزیز. برنامه رحمت. السلام علیکم. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. می‌دونید استاد محترم تشکر از برنامه زیبای شما. هر شخصی که انسان بساز هست از خود دیدن نداشتن جماعت در یک بار همیشه اگر این خاصی نده ما این روشنی داریم. بسیار تشکر، یاد داشت کردم سوالتان. از تماستان تشکر. برنامه رحمت. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام. علیکم السلام و رحمت الله. آقای صاحب خوب هستین؟ اشرف الله سلام. شناختم صدایتان معروف است. شکر. شما خوب هستین؟ فامیل ما خیرتی است؟ الحمدلله. سلام. یک سوال داشتم درباره نکاح. بله. یعنی جواب بدین. بعضا در این روزها نکاح میکنن به حساب حجاب قبول و میگن که مثلا دختر بچه رو میارن شیرینی خوری میکنن، حجاب قبول میکنن، میگن یا برای همدیگر یعنی شاپنگ میرن یا خریداری حلال شوند. بله. آیا همچین چیزی در اسلام هست یا خیر؟ اگر درباره از این صحبت کنید خوشحال میشم. لطف کردین نشمت جان، بسیار تشکر. یادداشت کردم سوالتانه. نباشید. السلام علیکم و خداحافظ. برنامه رحمت. السلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید، صدایتان شنیده نمیشه. سلام، من میخوام که تحصیل خرید باشه. مستقیم شما صحبت بکنین برادرم. الو. بله صحبت کنین، وقت ضایع میشه. شما صحبت کنین. همین با مجردی که شما رخ میشین باید صحبت بکنین. برنامه رحمت. السلام علیکم. بله برنامه رحمت است. بفرمایید. سلام علیکم. صدایتان درست نمیاد، بلندتر صحبت کنین. بله برنامه رحمت. السلام علیکم. سلام علیکم استاد. علیکم السلام و رحمت الله. استاد شما لطف دارید، شما خیلی قشنگ صحبت می‌کنید. صحبت‌های شما خیلی لذت می‌برم. خداوند خیر بده شما را برادر عزیز. شما را خیر بده. شما مسلمان واقعی شمایی. خواهش میکنم. استاد من یک گله داشتم استاد. بفرمایید. از این تلویزیون ها، از همین تلویزیون شما، از این تلویزیون ولایت به سال هفت توحید، به خدا ما مسلمان واقعی فعلی شماست. به خدا این توهین کردن به همدیگه، برای همدیگه این فیلم ها رو در آوردن، این فیلم ها رو پخش کردن به پیش غیر مسلمان ها برای ما زشته. به خدا من خجالت میکشم. چی بگویم برای شما برادر عزیزم؟ خب متاسفانه وضع قسم آمده که یک عده گمراه میشن، یک عده هم مجبور میشه که کار بکنه که مردم از گمراهی خلاص شوه. پس قضاوتی که ما بکنیم باید طور عادلانه باشه. بعض وقتا کلگی یک جای محکوم میکنیم، این هم خوب نیست. باید مشخص کنیم که کسایی که حد که حرمت میکنن، دشنام میتن، توهین میکنن، اینا را باید مشخص کنیم. اگر بگویم همگی هم طور میکنه، باز وقت مجبور میشیم که همه چراغ‌ها را خاموش کنیم و یک گوشه بشینیم که اصلا صدای کسی را نشنویم. بفرمایید برنامه رحمت. السلام علیکم. تشکر آجی صدر معلومات گرفتم که تلفن روخ نشیانه. تشکر. بسیار خوب. خواهر عزیز ما که از ایران زنگ زدن، شوهر که نماز نمیخوانه و به سر وضع خود رسیدگی نمیکنه، دو مطلب است داری. یکی که یا متوجه نشدن که من حیث یک مسلمان باید انسان نماز باید بخونه. نماز که این فرق بین یک مسلمان و یک کافر همین نماز است. احادیث زیاد داریم. فرق بین مؤمن و منافق نماز است.
ما باید خود ما را از منافق و از غیر مسلمان جدا بکنیم. با چی؟ با همون نماز خواندن ما. در نزد بعضی از اهل ذکر و علمای عزیز ما، تارک نماز حتی نکاحش خراب میشه. این محکوم است در نزد تمام علما، در نزد الله محکوم است، در نزد پیامبر محکوم است، در نزد اهل علم، در نزد همه مسلمان ها بی نماز بسیار جای بد داره. بنابراین او برادر عزیزی که نماز نمیخونه چطور خوابش میبره؟ چطور بیدار میگرده وقتی شما صبح از خانه بیرون میشین که شما نماز نخوانده باشین؟ خدای ناخواسته اگر انسانی که در این حالت بمیره کجا میره؟ گناه کبیره است که وقتی که شما نماز نخوانین. وقتی انسان گناه کبیره انجام بده، توبه نکنه، بمیره، پس نجات نداره. و رسیدن به سر وعظ، شما خواهرم بگوین ولیکن به بسیار الفاظ نیک بگوین، گناه احساس حقارت نکنن، احساس کنن شما از دوستی و محبت برشان میگین. زمینه سازی بکنین که مثلا یگان وقتی کار کنین که اونا خودشان نفهمیده میرن غسل میکنن، مثلا اگر به سر وضع خودشان نمیرسن، کارهای شما بکنین، تشویق کنین. یگان وقت در اصطلاح میگن که شما اونا را سر وجد بیارین، سر هیجان بیارین که همون کار انجام بدن. بعض وقتا یگان کس به ضد یک کار میکنن. مثلا آدم بگویم، شاید این حرف ما شوخی است، مثل که طفل شما مجبور میکنین که یک کار نکنه، او شق میکنه. بنابراین اینا را هم شما امو امکاناتی که در اختیارتان است، از کمالاتی که شما دارین، خانمان میتونن بعض وقتای کارا را انجام بدن. شما بگین من میتونم، انشاءالله اونا رو سر نمازم شما ورده میتونین. انشاءالله ما هم دعا میکنیم که خدایا مسلمان ها را تو خودت هدایت بکو، اعمال ما را، اخلاق ما را، عقیده ما را خدایا اصلاح بکو. دعا کنین، از خدا تمنا کنین، خدا اصلاح میکنه. گرچه سوالای دیگه مربوط به همین چیز من نیست، صحبت من نیست و تلفن ها هم پشت سر هم میآید. یک مسئله نکاح بود که برادر عزیز ما گفتن این یک رسم شده در بین ما که وقت نامزد میشن دو دختر و پسر، ولیکن اینا میگن بیرون میرن با هم میشینن میبینن باید اینا ایجاب و قبول کنن. ایجاب و قبول یعنی از خودش یک چیزی نیست. ایجاب و قبول یعنی نکاح. شما وقتی که میخواین نامزد شوین، خیلی شما در وقت نامزدی را اختیار بکنین که فاصله بین نکاح شما و بین رفتنتان به خانه بختتان کوتاه باشه. همون وقتی که شیرینی دادین همونجا نکاح بکنین. نکاح بکنین به می شرطی که شما 3 ماه بعد مثلا میرین زندگی مشترک شروع میکنین. اما اگر شما به نام ایجاب و قبول چیزی را شما مطرح کردین که اون نکاح باشه و بازی را شما سالها طولانی بسازین، این بسیار نتایج خراب داده. تجربه نشان میده که این رقم پیوندها زود خراب میشه. شیطان وسوسه میکنه، در بین کسایی هستن که نظر میکنن، حسادت میکنن، شیطنت میکنن، رابطه را خراب میکنن. بنابراین این فاصله بین نکاح و خانه رفتن به یا زندگی مشترک شروع کردن، فاصلهش باید کوتاه باشه. اما وقتی که شما طولانی است وقتان، خب نامزد کردین، خدا و رسول ما ناراض نسازیم از خود ما. شریعت ما امیر میگه که شما تا که نکاح نکردین شما محرم نیستین. شما میتونین مثلا بیاین از نامزدتان دیدن بکنین در جمع مردم، در جمع خانواده، کسایی که باشن خلوت کردن بر شما 2 نفری که هنوز محرم نیستین اجازه نیست. بازار میبراین، خدای ناخواسته در بازار دست یکی دیگه تون بگیرین، سینما برین، رستوران برین، بشینین، بخیزین، خنده کنین، شوخی کنین، اینا باز شما را گناهکار میکنه. ها اگر میخواستین سودا بخرین، بازار برین، یک کس همراهتون برین سودا بخرین، مشکل نیست. شما او خلوت نمیتونین، اجازه ندارین، یا در وقتی که شما با یک دیگه تون ملاقات میکنین، تماسهای شما باید، حرفایی که شما با یک دیگه تون نثار میکنین، این حرفایتون دقت شوه که در این حرفا خدای ناخواسته شما گناهکار نشین. شوخی نکنین، دستان نگیرین، یعنی او کار را نکنین که 2 نفری که محرم نیستن نمیکنن. چرا شما تا نکاح نکنین ای شما محرم نمیشین.
نامش هر چیز بانید. بعضی وقتا نیمه نکاح میگن، بعضی وقت ایجاب و قبول میگن. اینا هیچ کدامش در کتاب ما نیامده. ایجاب و قبول وقتی که 2 تا شاهد بود، اجازه فامیلا شد، ولی امر بود، قاضی 6 یا یک کس نکاح کرد، این نکاح هست. نه فقط ما میخوایم که برن بازار بیان، این رقم نیست چیزه. برن بازار بیاین ولی در چوکات 2 نفری که با هم محرم نیستن احتیاط کنن. ما وقتم در حالت تکمیل است و تلفن ها هم فعال است. من از عزیزایم که نتونستم تلفن هایشان بگیرم عذرخواهی میکنم و تمنا میکنم که خداوند روز را به این امت نصیب کنه که از این مصیبت ها خلاص شود. دشمنایی که سری امت نقشه کشیدن و هر روز از بدنه این امت میکنن و میکوبن و میشکنانن و ویران میکنن با بم و باروت و با هر چیز، هیچ دریغ نمیکنن. خدایا دستشان از سری امت کوتاه کن. خدایا انتقام امت تو بگی. خدایا همو صلابت و هیبت این امت دوباره اعاده بکو. خدایا مجد و عظمت اسلام خدایا اعاده بکو. اسلامی که به خیر بشر است، خدایا بشر چشمش باز کو. الهی اینا را هم هدایت بکو. سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. تا برنامه آینده شما را به الله یکتا و به همتا می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أوحى به الله وحيا ففاض نورا وأحيا به الموات فكان الدنيا المراتل عليا، دنيا المراتل عليا. وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا، ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا. فكان الدنيا المراتل عليا، دنيا المراتل عليا. وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا، ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا. بالدمع تتلوه عيني والقلب بات نديا.